میخائیل سااکاشویلی سابق رئیس جمهوری گرجستان و رئیس پیشینی ولایت ادسا شهروندی اوکراین را از دست داد. مطبوعات بعد پخش معلومات خدمات مهاجرت اوکراین به این نتیجه رسید. در بخش خبری سامانه این نهاد آمده است که پرزیدنت اوکراین امر لغو شهروندی سااکاشویلی را صادر کرد. خدمات مهاجرت اوکراین میگوید معلومات مربوط به سااکاشویلی را دادستانی کل پیشنهاد کرد و این معلومات را دادستانی از همتاهای خود در گرجستان دریافت کردند. خدمات مهاجرت این سند را آموخت و برای تصمیم گیری در اختیار کمیسیون امور شهروندی قرار داد. کمیسیون نیز معلومات مربوط به سااکاشویلی را آموخت. بر پایه قانونی اساسی اوکراین شهروندی را پرزیدنت این کشور در اساس خلاصه کمیسیون امور شهروندی لغو می‌کند. در سامانه پرزیدنت اوکراین هنوز فرمان لغو شهروندی سااکاشویلی نشر نشده است. اگر این امر امضا شده باشد، این به معنی است که کریر سیاسی سااکاشویلی، یک نفر زمانی از شریکان پرزیدنت پروشنکو و بعداً از تنقیدگران سیاست‌های او در اوکراین خاتمه یافت. از سوی دیگر سااکاشویلی به نشریه اوکراینی نووی وریمیا گفت که حالا در فکری بیرون رفتن از کیف نیست. این گمان هم وجود دارد که در شرایط فعلی احتمال سااکاشویلی در امریکا پناهنده شود، زیرا شهروندی او در حال لغو شد که او در سفر امریکا قرار داشت. وکیلان حزب حاکم میگویند اگر سااکاشویلی به اوکراین برگردد، شاید مسئله استرداد او به گرجستان مطرح شود. سااکاشویلی 29 می سال 2015 شهروندی اوکراین را صاحب شد. پترو پروشنکو او را به حیث رئیس نوی ولایت ادسا معرفی کرد. نخست سااکاشویلی از شهروندی گرجستان دست کشید و بعدا مقامات آن کشور شهروندی او را لغو کردند. این سیاستمدار از مقام رئیس ولایت 7 نوامبر سال 2016 کنار رفت. بعد تصمیم اون نشر اعلامیه های درآمد رسمی مقامات اوکراین سبب شد. گزارش تفاوت قابل ملاحظه میان درآمدهای واقعی و رسمی سیاستمداران عمل کننده اوکراین را به نمایش گذاشت. سااکاشویلی اعلام کرد که مبارزه با کروپسیا را ادامه می‌دهد. او پروشنکو را در حمایت گروه‌های فساد زده عیبدار کرد. سااکاشویلی همزمان گفت که حزب مخالفین را تأسیس می‌دهد. خدمات مهاجرت اوکراین در زمینه سبب‌های لغو شهروندی سااکاشویلی گفت که او هنگام گرفتن شناسنامه معلومات بر دروغ پیشنهاد کرد. سااکاشویلی گویا در گرجستان به حبس غایبانه محکوم شده بود و این را از مقامات اوکراین پنهان نگه داشت. سااکاشویلی سالهای 2003 تا 2013 پرزیدنت گرجستان بود.